یه روزی یه نفر مرد، رفت پیش خدا، یه تابلوی گذاشتن، دید این خطا اینجوری 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 اینجوری. گفت این چیه؟ گفتن که اون هادی که همراهش بود تو برزخ گفت این زندگیته، اینجا متولد شدی، اینجا اومدی پیش ما. گفت خطا چیه؟ گفت تلاطم‌های زندگیته دی. یه جا رفتی بالا، مشهور شدی، پولدار شدی، بردی، یه جا ورشکست شدی، خوردی زمین، افتادی، دوباره بلند شدی، دوباره اینا پستی بلندی‌های زندگیته. تو یکی از این پستی بلندی‌ها یکیش خیلی ارتفاع داشت. گفت این چیه؟ گفت این مسئله سخته زندگیت یادت نفس بریده بودی؟ گفت اوه خیلی سخت بود، کم آورده بودم. بعد خوب که دقت میکنیم اینه روی این پستی بلندی ها رد پاس. میگه این چیه؟ میگه رد پاس. میگه که چی جالب، میگه زندگیت اینم رد پاس. بعد میگه پس اینجا 4 تا، من 2 تا پا دارم.